سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان گرامی. امروز دوشنبه 15 دی ماه ما دو تا قرعه کشی داریم. یک ستای فلاکس داریم برای دوستان، یه دونه هم ملامین داریم به میزان 2 میلیون تومان که امیدوارم هر کسی به هر حال شاهین اقبال بر دوشش می‌نشینه مبارکش باشه و مورد نیاز و احتیاج باشه. خب قرعه اول به میزان 2 میلیون تومان ملامین داریم که دوست عزیز و فامیل خوبم علی آقا برمی‌دارن و منم می‌خونم. بله. جناب آقای فرهاد اسحاقی، این نفر اول، این 2 میلیون تومان ملامین. خب مورد بعدی رو نفر بعدی آقای سکر خانم الماسی نفر بعدی هستن و جناب آقای داوود قرنلی. این سه تا عزیز فلاکس بردن. آقای فرهاد اسحاقی هم ملامین به میزان 2 میلیون تومان. امیدوارم شاد و سربلند باشید. امیدوارم هر کسی از این دوستان به نامشون در آمد مبارکشون باشه، مورد احتیاجشون باشه و بتونن به شادی خوبی ازش استفاده کنن. شاد و پیروز و تندرست باشید.